با درود به روان جانباختگان راه میهن، به ویژه درودهای ارتشتارانه ما به روان جانباختگان راه میهن در روزهای دردناک و خونین 17 و 18 دی ماه و سپاس و ستایش به فروهران آنان و آرامش باد به برجای ماندگان آنان. آشکاری ستاد بزرگ ارتشتاران را میخوانم و به گوش ایرانیان میرسانم. ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دگر فر شاه. آشکاری خونین دی ماه ستاد بزرگ ارتشتاران. ایرانیان، چنان که دانید و بینا هستید، کشور شاهنشاهی ایران از سال سیاه 57 با یاری سازمانهای تروریستی درونی، همانا ابزارهای نابودی و براندازی ایران، همچون مارکسیست اسلامی های مجاهد، توده‌ای و فدایان روسشوم، دشمن تاریخی و همیشگی ایران، یاری گسترده چپ‌های امریکا کارتر، چپ‌های فرانسه، بریتانیا BBC، روس ننگین و شوم KGB، چین و کوبا به گروگان گرفته شده، شاهنشاه کشته، ارتش نابود و ایران به گروگان تبهکاران و تروریستا در آمده برده و بنده شده است. در این 5 دهه سهمگین و سیاه از آغاز تا کنون ارتشتاران ایران زمین همواره به نبرد با دشمنان اهریمن سرشت برخاسته و هرگز به بردگی و بندگی تن نداده و نخواهند داد. از خیزش ارتشتاران نقاب تا خیزش مردمی دی ماه خونین سال کنونی با بیش از 100,000 کشته، زندانی و ناپدید شدگان به دست تبهکاران که بیگانگان آنان را در ایران نشاندند، همگی خیزش‌ها و جنبش‌ها به انگیزه آشکار و پنهان پشتیبانی جهانیان همه به خاک خون کشیده شده و نابود گشته است، زیرا که آنان این را میخواهند و بس. با این همه آشکار است که راه رهایی ایران هرگز و هرگز نه با کشتار و ناپدید سازی از کشته ها پشت ساختنها، راه رهایی ایران بسته نشده و نخواهد شد و نبرد ایرانیان برای رهایی پایان نخواهد گرفت. این را تاریخ به درستی استوار کرده است و نوشته است. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. به گفته هگل، ایران روان تاریخ، جان جهان و آغازگر چرخ شهریگری جهان بوده و از جنبش و پویش باز نخواهد ایستاد. ارتش ایران از آغاز سرنگونی خیش از سال 57 همیشه بالاترین دشمنی را با ملا پاسدار دست نشانده بیگانگان داشته و دارد و این چنان که دانسته است بر همه جانوران و خوکان و کفتارانی که بر ایران ستم میرانند روشن است که تنها آنان دستور آورندگان خیش را انجام میدهند و بس. دشمنی جهانیان با ارتش ایران یکی برای نمونه پدید آوردن جنگ 8 ساله به دست آنان بوده است. آنان که میگویم آورندگان آنان را میگویم. برای این بوده است که تنها و تنها ارتش ایران را از بین ببرد و این بر همگان روشن است و آشکار. دنباله نابودسازی ارتش ایران پس از کشتن و جنگ 8 ساله همواره و همیشه پابرجاست. به دستور آورندگان این اهریمنان ارتش ایران بی جنگ افزار، بی فرماندهی نگاه داشته شده است و پایه‌های ارتشی کمتر تا سرلشکر و بیشتر تا سرهنگی است و 3 درجه یا پایه ارتشی از ارتش ایران گرفته شده است و این نشان دهنده خردسازی، نابودسازی و سست‌سازی ارتش ایران می باشد. ارتشداران میهن‌پرست و کارا به خواسته برکنار، بازنشسته، کشته
از میان برده می شوند و این از سال 57 تا کنون دنباله گرفته شده است و دنباله گرفته خواهد شد تا زمانی که این اهریمنان در ایران هستند. اینک از آن ارتش کالبد بیجان و شاید سایه‌ای بر جای نمانده است، چنان که آشکار است. با همه این نابودی ها، دستگیری های پی در پی در همه این سالها، ارتشداران و خانواده آنان، بستگان آنان زیر پیگرد شکنجه بوده و می باشد. از آغاز دیماه خونین به ویژه در روزهای 16، 17، 18 تا 19 و تا همکنون ارتش زخمی، رنجور، با این همه سر از فرمان تبهکاران برتافته، هرچه جنگ افزار داشته از آنان گرفتند و برای نابودسازی و دستگیری آنان پی در پی دست بکارند. به گزارش ویژه ستاد بزرگ ارتشداران از شهرهای به گروگان گرفته شده ایران، در میان صدها سرهای بریده شده در سردخانه ها که در بیابانها، رودها، انبارها، بیمارستانها رها شدند، بسیاری از ارتشداران دیده شدند که رختای ارتشداری بر تن داشته که یا از پادگانها و خانه‌ها ربوده شده و یا پس از دستگیری بی سر و تن شده، سوخته و در جایگاه‌های گوناگون پرتاب و پراکنده شده است. در میان این ارتشداران شمار بسیاری از بازنشستگان و سالمندان ارتش بیپناه و ارتشیان بیپناه ارتش شاهنشاهی نیز دیده می شوند که به صدها هزار کشته در روزهای کنونی پیوستند و با زخمی های بسیار که در خانه ها پنهان و بیپناه و بیدارو ماندند، شمار کشته شدگان بیشتر از آنچه که گفته ایم و گفته اند خواهد بود. ستاد بزرگ ارتشداران در درون ایران بیپناه و گروگان گزارش داده است که در شهرهای شیراز، اردبیل، تهران، اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، زنگان، کاسپیان، تبریز شمار بسیاری از ارتش دستگیر از خانه‌ها و پادگان‌ها دور داشته شدند که همچنان دنباله دارد. به گفته این گزارش، سربازان عراقی، لبنانی، پالستانی، افغانی در همه پادگان‌های ارتش ایران جایگزین شدند و هر روز افزونتر نیز می‌گردند. ستاد بزرگ ارتشداران در این هنگامه جانسوز و خونی به آگاهی می‌رساند که ارتش هرگز و هیچگاه و در این روزهای سنگین و جانسوز از ایران و دلبسته بودن به ایران سر باز نتافته است و در کنار ایرانیان است و چون چنین است سرنوشتی همانند آنان داشته و خواهد داشت. ارتش بی جنگ افزار و زیر ستم در این روزها به سرپیچی و گریز از پادگانها و به زیر کشیدن لطه ننگین ملایان پرداخته که آنان آن را درفش خیش می انگارند. این جنبش فراگیر را ارتش کم و بیش در همه پادگان‌ها انجام داده و خواهد داد. برابر آیین تاریخی فرهنگی ایران، ارتش ایران در کنار ایران بوده و به درفش شیر خورشید و تخت و تاج شاهنشاهی ایران، به ویژه به شاهنشاهی پهلوی وفادار بوده و خواهد بود. در پایان، ارتش ایران مانند همه ایرانیان در نبرد با اهریمن یاد و نام گردان و دلیران ایران را که در روزهای 17 و 18 دیماه با خون خود جاوید شاه نوشته و با فریادهای جاوید شاه به خاک افتادند، با خون خود خیابانهای ایران را فرش سرخ برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی گستردند را دیده و گرامی داشته و با همه کوتاه دستی، خار در گلو، پای در گل، همراه ایرانیان به امید
رهایی و کیفر دادن تبهکاران و جنایتکاران ایستاده و ایستاده خواهد بود. ای دشمن، ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. جاوید شاه بژی ایران برزم ایران برزم. ستاد بزرگ ارتشداران، فرنشین ستاد بزرگ ارتشداران سرهنگ هوشنگ وزین، سخنگوی ستاد بزرگ ارتشداران زرتشت ستوده.